آقای سینان، میدانم که این موضوع مقابل طرز شما می باشد. به من باور کنید که اساس این خطر پرقوت است. مایلش، برای باوریتان تشکر زیاد. سلامت باشید. سلام خانم رانو. ببخشید که شما رو ترسوندم. ертуғрул یلماز، روزنامه‌نگار آزادم. سلام. شما رو میشناسم. نه، نشستن ممکن؟ با شما قراری بخوری داشتیم؟ نه، لیکن در دستم چیزی دارم که دقتتون رو جلب میکند. گوش کنید آقای ертуғрул، ببخشید حاضر در بالای یک برنامه کار میکنم. بخوریم رو به دیگر وقت گذرانیم. خوب میشد چیزی که من آوردم اول میدیدید، پس اون قرار میدادید بهتر میبود. این چیست؟ در دستتون اخباری همین ماه را دارید؟ شما با من بازی میکنید؟ دولت خودش در دیگ خبرهای بد میجوشد. هیچ چیز این خبرها رو عوض کرده نمیتواند. اینقدر خود باور نشوید. خوب، خبر درباره چیست؟ یک کارگر پلیس روی خط خائن‌های وطن را ترتیب داده. برای آنها را کشتن، حادثه‌های هر خیله بافته، از یک کارگر بانک به زوری پول طلب کرده است. سرچشمه‌تان از کجاست؟ شخص جبدیده و یک چند حجت. نامتان رو چی گفته بودید؟ ертуғрул یلماز. به یاد ندارم که این نام رو شنیده باشم. خبرنگاری آزادم. باری آخر کشته شدن رектور یمن کرچال را در دانشگاه من خبر داده بودم، پیش از رخ دادن حادثه. کشتن رکتور آقای یمن همین طور؟ شما با رئیس پیشتر هم آقای یگمن شناس هستید؟ بله، خوب میشناسم. فهمه. تشکر زیاد. ببخشید کار دارم. باز از یک مرکز خبری مهمی است که میتوانم به آنها دهم، لیکن من میخواستم آن را به شما بر این یک خبرنگاری باورناک دهم. برنامه جای حادثه مذکور خبری مهمی است. برای همین خبرهای سپارشی رو نمیگیریم. ما رو برای همین کارمان حرمت میکنند. از شما خیلی متاسفم. برای خبر را با دیگر کس دادنم نه. به نزدیکی شما هم در اطلاعات خبری روز می شوید. با دقت باشید. مرا می ترسونید؟ کنی زود از اتاقم برایید. این شب تلویزیون را تماشا کنید. در پخش مستقیم زمین لرزه می شود. زنی بیعقل. قبول میکردی چی میشد؟ چی شد رئیس؟ باز به نزد مویلبدارمون میروی. باشد رئیس، به این هم مویلبدار را تماشا میکنم. همه وقت مویلبدار نمیشود کو. آبروی آن آدم در زمین است. مردم به او دیگر باور نمیکنند. وقتمون میشد من علاج این خانم رعنا را میافتم، لیکن وقت نیست. از بالا فشار میارند. میرویم رئیس. از من 150,000 لیره گرفتنشان مهم نیست. مأمور پلیس این را از من مجبوری گرفتنش هم مهم نیست. مهم این که این شخص کارمند تشکیلات امنیت روی خط خائن‌های وطن را از آدمان بیگناه ترتیب داده و با پول من آنها را نابود کردن میخواهد. بله، نابود کردن میخواهد. بله تماشابینان عزیز، لرزیدن این آدم را دیدید؟ گفته های کارگر پیشینه بانک جزم بالکن را فراموش کرده نمی شود. اکنون تشکیلات امنیت را باور نکنیم، کی را باور کنیم؟ در عین زمان کمی پیش خبر گرفتیم که در اخبار مخصوصمان نامش را گفته بودیم. یگید گونزاب را دستگیر کردند.
معلوم که خبر را اون حریف داده است. اکنون همه چیز بعد از این در دست سودیه ها می باشد. خب از این خبر ناخوش با دیگر خبر می گذاریم. در استانبول شمال کرنوالی ریا می وزد. درو. که این خبر رو با تلویزیون داد؟ سردار برای چی این کار رو کردند؟ من هم همین رو میپرسم. برای چی این خیلی کردند؟ چطور خبردار شد این حریف؟ سیامی است، میامی است، کسی که نباشد. رفیق سردار، با فکرتون این کارو یکی از ما کرده است. اشوبه یاری، به فکرم کسی است که از این دعوا خبر دارد. ما با وسایل اخبار عمومی اطلاع ندادیم. چه خبری یافتند؟ چیزهایی گفتند که ما حتی تصور نداریم. اما رفیق سردار، من فکر میکنم که این کار رو به سری سرکمیسر یکی بار کردگی ها. 21 لحظه به این کارهای دروغ دخل نشو. یگید رفیق ما، لیکن وی هم مثل همه سوال و جواب کرده می شود. تیمور، از تو تقاضا دارم که این موضوع رو کتکاب نما. کسی را که به واسطه اخبار عموم خبر داده است میخوام یابی. خوب شده است. من هم اکنون خیلی مشهور شدم. در اخبار نشان دادند. خبر خیلی جدی بود رفیق سرکمیسر. شما رو به غضب آوردن نمیخواهم، لیکن یک نفر به بالای سرتون برآمده است. وظیفه آنها همین نیست مگر؟ کار را حل کردند. سردار را همین آدم تهمت نکرده بود مگر؟ اما سرکمیسر، در این شبکه چی خبری بد برآید به دعوای شما دخلدار می شوند. شما این را از من خوبتر می دانید. این کارها اول به واسطه اخبار داده می شوند و بعد تفتیش می کنند. میدانی حلیمه، حاضر یگان چیز در فکرم نیست. یگان چیز. باور کن، حاضر فقط یک چیز را میخواهم. فقط فاتحم را یاد کردم. بسیار روزهای سخت گذران. رفیق سرکمیسر، با اجازتتان رفتنم لازم. باشد. دیر شد، خودشم.
مرحمت کمیسر. با باغچه کودکانه جای کارتان آوردم. فقط برای امروز. پدران در آوردن نتوانستم. پسرم فاتحه، پسر جانم، پسرم. قانون را میدونید رفیق سرکمیسر. به نظارت خانه در آوردن ممکن نیست. فقط از همینجا. پسرکم، پسر جانم. شد پسر جانم، شد. آرام شو پسر جانم، آرام شو. رفیق سرکمیسر، با اجازتتان لباسش را عوض کردم. لازم. تشکر حلیمه. این خوبیت را هیچ وقت فراموش نمی کنم. دیر کردی. نه، ساعت من درست است. در وقتش آمدم. اما با ساعت من 2 دقیقه دیر کردی و در اینجا وقت فقط با ساعت من کار میکند. میبخشید خوجایین. اون سگ بچه پسر یگید گندوزق در دستی تو بود همین خیلی نه؟ بله. وای رو با من بیار. یک کار دارم. اما خوجایین خواطر نشوید. زیر نظارت من است. در جای بی خطر است. از تو در جای بی خطر بودن او رو نپرسیدم. فقط گفتم به من بیار. فهمانده توانستم؟ خب برای همین جغ زدید؟ برای همین باید بانگ زنم. در همه حال می توانید به من بانگ زنید. این صداقتت رو فراموش نمی کنم. خوب، با اجازتتون من می روم. مایلش. فراموش نکن. پگاه کودک رو به نزد من میاری. شرم نمیداره. من چی کار کنم اکنون؟ شرم نکرده به چشمم نگاه کرده باز دروغ میگوید. میگوید که کودک رو میآورده باشد. در درون فقط او آدمی ماست. عمر این حریف تا پگاه باقی ماند. میبینیم که باز چی بازی ها میکند. بعد وای هم به جای میرفتگی ها میرود. و در اینجا چیکار میکند؟ رفیق سردار شاید پدرش رو یاد کرده است گفته آوردم. باز پدرش رو یاد نکرده باشد. رفیق سردار این فکری من بود. یگید سرکمیسر خبردار هم نبودند. خوب. رفیق سردار حالی سرکمیسر یگید چی می شود؟
نمیدونم حلیمه، نمیدونم. نه تو خونه میروی؟ بله رفیق سردار. تنها؟ ها بله. با دقت باش. خوب شده است. الو مرکز در کجایی؟ سردارم. فکر میکنم وقتی صحبت کردنمون آمده است. موضوع کرای صحبت نیست سردارم. بالا برویم موضوع دیگر بشود. من دستگیر شده هم. به کجایی که امر شود همانجا میروم سردارم. مرحمت. استغفر الله سردارم. دوران تیمور آمد. لبای؟ در این کرسی تمام کارگران شعبه کمک یک به یک می نشینند. یکم شما حاضر باشد من. می بینیم باز نوبتی کی خواهد بود. قانون برای همه برابر است. تهمت سردارم. تهمت آخر. گرسنه‌ای؟ یگان چیز میخوری؟ نه تشکر سردارم. گبزن دلت چی میخواد؟ به اختیار یک چیز به یادم آمد. روزهای اولی آمدنم به شعبه در اینجا یک پسری 15 ساله را که به کارهای غیر قانونی مشغول بود لحمه جون ضیافت دادید. خیلی در تعجب شدم. این البته اسلوب خاصتان بود و این نوجوان را به خودتان مایل کرده بودید. لیکن بعد به شما باور کردم که نه هر کسی که به اینجا می درآید گناهگار است. حتی بعضیشان گناهگار باشند هم. سردارم اگر همه مثل شما می بودند مردمان البته بور می کردند. تو گفتنی که حاضر دلت لحمه جون میخواهد. دیگه نمانده رام خور. تشکر سردارم. سیر شدم. جوان تنومند هستی. گیر خور تز خور. از پول دولت خریده نشده است. از کیسه خودم گرفتم. با راحت خور. خوش در کرسی عیبدار شونده نشستن چگونه بوده است؟ باور نمیکنید سردارم لیکن خیلی راحت است. خوشی در نظارتخانه نشسته چی فکر میکردی؟ وقتای آخر در حیاتم تحولات زیادی رخ داد. بسیار چیزها شد. بعد همه اینها بسیار چیزها ناچیز می نمایند. معلوم است که بعضی چیزها شده است. این به همه معلوم است. اما در نظر ما مخزن اسرار گشتی.
او چی شد؟ نقل نمیکنی؟ آخر چرا نقل کنم سردارم؟ با من نقل نکنی؟ با پروکورور خواهی نخواهی نقل میکنی. فقط همین که سردارم از اون مبلغی که به صورت حساب بانکم گذشته است خبر ندارم. از کی گذشته است نمیدانم. حتی 2 ماه می شود که پول اجاره را داده نمیتوانم. از بعضی برادران قرضدار شدم. خجالت میکشم سردارم. اگر اونقدر پول می داشتم مگر در همین حالت ها می افتیدم. خوب. فقط از تو یک سوال دارم. دیگر هیچ چیز نمیپرسم. در همین کار یگان علاقمندی داری؟ گناه کردی؟ نه سردارم. تماما. خیلی خوب. سوال من همین بود. لیکن یگان چیز اگر نقل کردنی باشی گوش میکنم. سردارم. بله؟ این نسبت به من تهمت است. این را کی برای چی کرده است نمیدانم. لیکن تهمت است. میدونم. لیکن من هم همین سوال رو به خودم داده ایستادم. برای چی تو؟ اگر یگان حادثه باشد برای چی تو رو انتخاب کردم؟ نمیدانم. پگاه با همان آدمی که به صورت حساب تو پول گذرانده است آخری داریم. کنی بینیم چی می شود. سردارم. بله؟ حال من معلوم نیست. کودکم به شما امانت. میترسم که به سرش یگان بلا نآید. چرا چنین فکر داری؟ نمیدانم. خب در وقتش آمدن را آموخته ایستاده ای. چی خیلی نباشد وقت با ساعتی تو کار میکند. همین خیلی نه خوجین. چیزی خواستگی هم را آوردی؟ ماشین رو کشوده بین. هرچی آورده هم میبینیم. مرحمت دارید. دارید. مرحمت خوش آمدید. خوش باشید. سردار امنیت نجیب یلمز از شعبه کمک. خیلی شاد شدم. مرحمت کنید. سبب اومدن ما رو میدونید. راستی با شما در شعبه خودمون صحبت کردنی بودیم لیکن فکر کردیم اول در اینجا بیاناتتون رو گیریم. البته یگون چیز می نوشید. این چی معنی دارد؟ با من باور کن خوجین. بیدون من به هیچ کس باوری ندارم. این کاری خودت. هیچ کار کرده نمیتوانم. دستت را گیر. آرام باش. آرام باش. در برم سلاح نیست. اگر از این مسواک ترسی اینش رو نمیدانم. خطا کردم که به تو باور کردم. از اول دروغ گفتی. کودک در دست تو نبود. به تو دروغ نگفتم. من گفته بودم که نظارت کودک در من است. اما کودک در دست تو نیست. من نگفته بودم که کودک در دست من است. گفتم که
این بازی‌هایت با من معقول نیست. تو تا حال برای یک طرف کار کرده ایستاده‌ای. یک پلیسی حرام هستی. لیکن نمیدانم در گور برای کی خدمت میرسونی. با من نگاه کن. من 7 سال میشود که حادثه رو تشخیص میکنم. اگر عقلی تو به این کارها نرسد من هیچ کار کرده نمیتوانم. تو چی ها میگوی حیوان؟ تو چی طور با من گپ میزنی؟ آن کودک رو به یگید دادم. من با دست خودم دادم. اگر نمیدادم کارهای کردم و کی بودنم معلوم میشد. کی بودنم معلوم شدنش نه به تو و نه به دیگر کس فایده می آورد. اکنون مرا فهمیدی؟ چرا به گپی تو باور کنم؟ گفتم که مشکلات تو یگید و شبه اطلاعات رو در نظر نمیگیری. این کار بازیشه کودکانه نیست. در بیرون بازی، در درون بازی، در درون بازی است. مثل ماتریونا. فهمیدی؟ تو به روسیه رفته ای. میدونی ماتریونا رو. گپ رو غاز نده. وقتی که به طرفم سلاح میکشند عادت ندارم که گپی ناسنجیده گویم. چشمم به تو است. از بالا هنوز برای تو یگان فرمان نامده است. میفهمی اون رو؟ آدم هایت با دقت باشند. گفتگی برین. تو هم با من باور کن. برای باور کردن یا نکردنم باز یک کاری دیگر میکنی. حریفیارم کار. تشکر برادر. سه هفته پیش وقتی که از جای کارم میبرآمدم یک نفر به نزدم آمد. وقتی که به ماشین سوار میشدم از پشتم سلاح مانده به ماشین سوار شو گفت. سلاح را در پشت سرم مانده به یک جای به آدم برد. گفتم میتواند که شما رو کی برد؟ کی بودنش را میدانید؟ یگید گوندوزالب. نامش را از کجا میدانید؟ خودش گفت. حتی حجتش را هم نشان داد. حجتش را نشان داد؟ بله. سردارم ببخشید. آقای جزمی حجتش رو با چشمتان دیدید؟ دیدم. گفتم که شما را تصویر کردن میتوانید؟ البته تصویر میکنم. زخمی در پیشانیش بوده او را تصویر میکنم. و فکر شما چرا این را کرد؟ از شما چیزی میخواست؟ من از این میخواست 150,000 لیره. شما با او اعتراض نکردید؟ تو چخیل پلیس هستی و اینقدر مقدار پول را از من برای چی میخواهی؟ در پیشانی شما هم سلاح مانند شما هم نمیپرسیدید. چرا اینقدر پول خواست؟ در دستش یک دسته کاغذ بود. در ورقها عکسها و در باره عکسها معلومات بود. کاغذها؟ بله، قریب 20 صفحه بود. برای چی آنها را به شما نشان داد؟ چی وابستگی داشت با پولهای میخواستگیش؟ در دستش بودگی ها خائن‌های وطنن گفت. خائن‌های وطن؟ بله، این روی خط خائن‌های وطن از طرف یک گروه وطن دوستان انیح کرده شده است گفت و اینها را نیز کردن در کار گفت به من و برای این کارها را انجام دادن پول لازم است گفت. از من وطن دوستداری کردنم را خواست. وطن دوستی؟ بله. بعد چی شد؟ اگر پول رو ندیم واقعه رو به پلیس یا به یگان کسی دیگر نقل کنم میکشمت گفت. بعد به من یک کاغذ میده دراز کرد. در کاغذ صورت حسابی بانکی نوشته شده بود. آرام باشید جسمی. حلیمه از کاتب یک پیاله آب خواهش کرده بیار. خوب شده است رفیق سردار. برای اثبات کردن گفته هایتون یگان چیز دارید؟
چی خیل چیز؟ چیزی که باشد. مثلا با شما دادگی کاغذ صورت حساب بانکش در دستتون است؟ نه. ممکن از دستخط یا اینکه از ایزی انگشتش گفته‌های شما رو درست یا نادرست بودنش رو تصدیق کنید. ببخشید کاغذها رو پرتافتم. ماشینتون چیه؟ از ماشینتون ایزی انگشتش رو گرمزید نیستید؟ ماشینم را هر هفته پورا میشویند. فکر میکنم یگان چیز نمیابید. خوب فکر کنه در دستتان یگان چیز نیست برای اثبات کردن. ثبت نوار یا اینکه نمیدانم. تا جایی که میدانم نیست. به همین مانند یگان چیز. شاهد ندارید؟ لبای ولی گفته‌هایتان یگان شاهد دارید؟ فکر نمیکنم. همش را استاکارانه انجام داد. غیر از کاغذ حساب بانکی دیگر همش باوری بخش بود. خیلی باوری بخش. مرحمت. تشکر. رفیق جزمی این کار دی من. اگر در سرتان یگان فکری نو پیدا شد به من زنگ زنید. تلفنم 24 ساعت گشوده است. خوش آمدید. رفیق نجیب. بله؟ انیخترش یک چیز هست و نمیدانم چی خیل گویم. البته هر گپ شما برای ما مهم است. حاضر بر رویتان با دقت نگاه کردم به یادم آمد. نگاه کن این عکس سرداری من است. ما همه شما رو نابود بکنیم. در روی خط خائن‌های وطن در دست گیل گندوزل عکس و نام شما هم در بالایش بود. اصلا باوری دارید؟ بله باور دارم. یک لحظه به کارت با دقت نگاه کردم به یادم آمد. در وی عکس شما بود. در پایانش نامتون نوشته شده بود. پدر خبری نشان داده شده سپارشی می باشد. دخترم تو درباره کدام سپارش گپ میزنی؟ چون که پیش از پخش این خبر آن را به من پیشنهاد کردن پدر. یعنی این خبر به مرافعه سودتان تاثیر نرساند. دخترم نگاه کن این لباس به من بعض مسئله ها را پیش می آورد و خبرهایی که اطلاعات می دهد تو می دانی آگاه هستی. خبرهای سیام میدان خیلی مهمند. ندیده نمی توانم. پدر من به کارهایتان دخالت کردنی نیستم. تنها می ترسم که شما حکم نادرست نبرارید. درباره کارمند سابق بانک جزمی بالکان شما معلومات انیق دارید؟ در رفت پرسش عدالت حقوقی را به اعتبار گیرید پدر. البته این کارها را شما از من بهتر می دانید. لیکن چرا اخباری که به ما می آید پیش از پخش اون را نمی سنجیم؟ دخترم چیزی که قانون میخواد همون رو میکنم. غیر از این در تلویزیون اینقدر طعنه مکن. تو هم آخر خبرنگار هستی جانم. من او رو در نظر ندارم. میلش دخترم من حاضر کارهای مهم دارم. الو فکریه با سردار نجیب پیوست کنید. فاتحم سرت را بردار. پدرت کاری نکرده است که تو شرم داری. رفیق سرکمیسر در زندگی یک چیز را آموختم. چرا؟ اگر انسان از حیات وزنین سبق گیرد زندگیش آسان‌تر می شده است. خداوند به ما رنج را که روا دید در برابر آن سبکی را نیز می دهد. رفیق سرکمیسر این را من از حیات خودم آموختم. درست میگویی. بعد آن چیزی که فاتحه هم از سر گذرانده است هر باری که رویش را میبینم خود را دگر خلیص میکنم. در حالتی که گریه میکند و بلرزه میآید دلم سستی میکند. یکی میرویم. بشین.
یکی رو من با پروکراتور میبرم. شما استعفا بیایید. اطاعت. سردارم، به شما بعضی چیزها را گفتن میخواهم. گوش میکنم. هفته گذشته فاتحم را دزدیده بودند. چی؟ کی دزدید؟ شخصان سیاهکار، آدمان نامعلوم. رو چی من بیخبر بودم؟ توی رو با من مفصل نقل کن. چون که اگر خبردار میشدید امروز فاتح زنده نمی بود. حالا من خیلگوی لیکن بین ما میماند سردارم. حالا من خیلگوی بله سردارم. برای همین همه وقت معما سوال میدادی. مجبور بودم سردارم. اینا دیسه یعنی خبری به صورت صحبت پول گذراندن رو به تو گفته بودند یا نه؟ بله سردارم. از یگان چیز خبر نداشتم. یعنی جزمی بالکان شخص رو هم نمیشناسی؟ نامش را بار اول میشنوم. در حیاتم ندیدم. اما درباره تو دلیل های دقیق داره. چطوری که گفتم سردارم، عکس این مرد را حتی ندیدم، نمیشناسم. اگر گفته درست باشد پس چرا تو رو انتخاب کردن؟ اگر گفته درست باشد گفته سردارم، این معنای آن را دارد که شما هم به من بعضی چیزها را باور نمی کنید. رفتیم سردارم. چیزی که شود شدن گیرد. بیاناتی که به پلیس داده بودید خواندم. چیزی علاوه میکنید؟ نه، همون طوری که در آنجا نوشتم، نه آدمی به صورت حسابم پول گذرانده را میدانم، نه مقصد پول گذراندنش را. معلوم است که صورت حساب را پیدا کردن ممکن است و هر کس میتواند به آن پول گذراند. ادوکاتتان را برای چی جیغ نزدید؟ لازم ندانستم، چون که بیگناهم. برای گناهکار بودنم یک ذره دلیل پیدا نیست. نباشد بیانات جزم بالکان را چی میگویید؟ دانستن هم نمیخواهم، چون که خودش را نمیشناسم. چیزی که در حق من میگوید همه‌اش دروغ است. خوب شده است. سرکمیسر یکی شما را به سود نوبتدار روان میکنیم.
حلیمه من رو با ملش سودیگی دراز دوام میکنه به فکرم. تو با من خبر رسون خوب؟ لازم نمیشود به فکرم رفیق سردار. چی شد؟ سردارم با سبب نبودن دلیل شرعی آزادم کردند. فعلا آزادم سردارم. سودیه بیانات را ناپوره شماریده و خلاصه آمد که من بی سبب دستگیر شدم. برای همین آزادم. رفیق سرکمیسر ببخشید رفیق سردار. خوب نباشد مبارک باشد. گرسنه هستی؟ سردارم این خیلی سوال شما حالت را به یادم آورد. کسی را که همیشه به من چنین سوال میداد. کی؟ خدا رحمتی مادرم. معلوم شد که گرسنه ای. بیا برای اون چیز خوردن رویم. تشکر سردارم. شما روید. به من کمی اجازه دهید. یک دو نفر رو دیدنم در کار. گوش کن. باز با کفتگاه به آنها نروی. باز یک آن حادثه کلان نشود. شخصی که گمان میبرید کیست سردارم؟ مثل که نمیدانی. خودت را به نادانی نزن. میدانی که سبب دستگیر شدن تو کیست. با اجازت سردارم. این چیست؟ اگر این را فروشم پولی کلان به دست میارم. الو الو عجیب. چی شد رفیق سردار؟ کمی مخفی. چرا خاموش کرد؟ ازم میگم این تلفن همراه از کجا پیدا شد؟ در وقت پیش تلفن همراه نبود مگر کار پیش نمیره فلیمه. السلام علیکم نیامک. وای قربانت شوم. سلام علیک. در کجا بودی ایگی جان؟ رنگت کندگی؟ هیچ گپ نیامک. خوبم. نه کمچی هست. لیکن از نیامک نمیگریزی. مرا ماند و خودتان چیکار میکنید امک جان؟ این ماهی ها برای چی امک جان؟ اینها را خشک میکنم. چخیل خشک امک جان؟ تو چخیل آدم است آخر. بعضی ها خشک میخورند. من گفتم میرم خشک چخیل باشد. خدایا امک جان آخر چخیل خشک میکنید؟ ژاپنی ها هستند که ماهی را خوب میخورند. خوب میخورند. فهمیدم امک، لیکن آخر این ماهی ها برای خشکونی نمیشوند. اینها ماهی های اکواریوم برای زیب و زینت. تماشا. ماهی هم برای زیب میشده است. ماهی رو یا میخوری یا نمیخوری. چخیل برای زیب. حیوانهای مبارک در بحر و کل زندگی میکنند. دیگر چی دوردیم؟ امکی امک شد امک جان ببخشید. امک جان یعنی اینها ماهی های ژاپنی لیکن از اینها خوراک نمیپزند. قربانت شوم شیخ کردم. میدارم که اینها را در اکواریوم میگذارند، لیکن من در کل سر میدیم. انا میخیل هر که اینها را بیند اشتهایش کشاده شود. تصور کند که در دک پخته شده است. همین طور نه؟ فهمیدم امک جان فهمیدم. تا به کل سر دادنم من اینها را نگهبانی میکنم. بزرگی خدا را بین. تا ماهی به من خوراک شود من به او خوراک میدیم. چی شد دادر؟ میدم امک جان، میدم درد میکند. قربانت شوم دارو نداری؟
هست ولیکن خیلی تیز است. انا این می شود گیر خور. نه قرص نیست، آبکیش است. چرا انتظاری خور کنی؟ امک جان گفتم که تیز است، چنون تیز است که زبان را می سزاند. دادر این امتحان است. برای شفا دوا اگر تیز باشد همین که خوری حتما شفا میابی. این چنین معنا دارد که یعنی درد بد را دوای بد گفتند. بله امک جان، داروی تیز دهان را میسوزاند لیکن وجودت را تبابت میکند. دهان تیز باشد وجودم تیز میشود، شیرین باشد شیرین. میافتی منی غریب را مجبور میکنی گپ زنم. سخن هم داروی تیز است امک جان. چیا میگویی تو؟ چخیل گپ؟ مایه ها رو نمیخورم گفتم. یا خدا، تو دارویت رو نوش. به خدا گذشت امک جان. البته میگذرد. دارو تیز است ولی زهر نیکو. نخوری همه وجودت در میکند، اما اگر خوردی در دهانت شیرین شده شفا میابی قربان. خوب امک جان، من اکنون روم. شما رو یاد کردم، گفتم یک زیارت کنم. یکی جان نشتی کمی؟ نه امک جان، یک کس را باید بینم. کی را؟ کسی را که همه کار را دولاب کرده است. های نگاه کن، دولاب شده باشد هم نشده باشد هم با دقت باش. تو دولاب نکن. صبر دوای همه چیز است. رو خدا حافظ امک جان. با سرپرست تشکر. سرپرستش کی باشد؟ جزمی بالکان. تشکر کردن یعنی کشتن. او را میکشند. زود جواب ده. زود شو. زود.
ҳало сардорам, як вазъияти хело ҳам муҳим аст. ба шӯъбаи кӯмак эҳтиёҷ дорам. зуд лекин гурӯҳро ба суроғаи додаам равон кунед. аммо рафта наметавонам. бале. اینو ببینه چرا جواب نمیدهد؟ زود جواب ده به گوشی. چی شد مهدو؟ چرا اینقدر سراسیم هستی؟ سردار جزمی بالکان رو میکشند. چی؟ کی بود؟ برای چی؟ سردار بعد به سوالهایتان جواب میدهم. وضعیت خیلی جدی است. ملاش یک گروه رو به جای کاری جزمی بالکان میفرستم. فقط همین رو دانید. همش رو یک نفر میکند. چطور؟ جزمی بالکان سرپرستی همین حادثه بود. اما نمیدونم او رو کشتن میخواهند. خوب پس با یگید چی دخل دارد؟ سردارم شما نمیفهمید. یگید هدف نیست. هدف خودی امنیت است. یگید رو استفاده برده امنیت رو سیاه میکنند. چون که همیشه از پای اون سیاهکاران هستیم برای همین؟ همین خیلی سردار. دو ماه است که تلفن یگید رو گوش میکنند. اینا رو میخوان به واسطه یک پلیس حل کنند؟ بله سردار. پلیس رو دولت گوش نمیکند که. هر کاری بدی که این حریفا میکنند دولت از همه مهم امنیت رو گناهکار میکنند. همین خیلی هدف امنیت است سردار. این رو آدمی در کوچه بودگی هم میدوند؟ بله سردار. کودکی یگید رو دزدیدن هم یک قسم این نقشه بود. شخصیت ها نه. ولی شخص ها اجرا کننده اند. بعضی مسئولان و خبرنگاران با امر این قاتلان هستند. از معلومات ها با خبرید. گم نمیزند کو؟ سردار نکته آخرین هدفشان شما هستید. چی نقشه دارند انیق نمیدانم لیکن بر سر شما هم می آیند. در واقع احتیاط کنید. رفتارم در کار سردار. اگر جزمی بالکان رو خلاص کنید بسیار چیزهای مهم رو دسترس میکنید. من کوشش کردم با تلفن با وی هم صحبت شوم اما جواب نمیدهد. ممکن گپ نزند لیکن کتاب سیاه در دستش است. کتاب سیاه چی؟ شما این رو بعد بیاموزید. فورا رفتنم در کار سردار. کاری تجاری دارم. شما همون گروهی که به جای کاری بالکان میروند نظارت کنید. بلش. من جزمی بالکان امروز 27 январи سال 2008 همه این بیانات را با خواهش خودم میدهم. کارکنی بانک بودم. حاضر با سوزشواری و معدن‌ها سر و کار دارم.
اما کاری اساسیم در ترکیه بودگی تشکیلات‌های غیرقانونی را سرپرستی کردن است. برای به اجرا رساندن نقشه‌هایشان پول می‌دهم. این قرض من نسبت آنهاست. تمام پول‌هایم را با یاردم آنها صاحب شدم. اما دیگر دلم نمی‌خواهد به شانه این ملت خنجر زنم. بار آخر برای از بین بردن تشکیلات امنیت مرا مجبور کردند و من قرار دادم حقیقت را گویم، چون که این آدم‌ها دولت را با به سر و سامانه برده میرسانند. سرکمیسر یگیت گوندوزالب. یگیت گوндузалб суд нашудааст? як соня, аммо шумо бесабаб суд шудам. фақат бо оғои ҷазмӣ суҳбат кардан омадам. аммо ҳозир вақт надоранд. инро ҳозир мефаҳмем. истед, надароед. салом муҳтарам сарпараст. бар вақт худ ба худ гап заданро сар кардаед. тимур, бачаҳо ба ҷои кори ҷазми балкан расиданд? қонунӣ сардор. аз бачаҳои даргирдатро будагӣ ёрдам дархост кунед. итоат сардор. аз боло мехоҳанд ки боз як кӯмаки хурдака кунед. фақат 2 миллион кифоя. هرچی با من کردید کافی نبود. خواسته‌تان بس نبود. واه واه واه. از کایبازی خیلی میزدگی شدید؟ بس بودگیست به این ملت و دولت ضرر رسانیدن. اینقدر به مردم ضرر داده بس نیست. ما با این کار همراه شدیم که این ملت را بالا برداریم. لیکن دیروز یک پلیس بیگناه را تهمتی بده کردید. حتی اخبار عموم نشر کرد. در وطن و در نزد رفیقان شرمنده شد. شما مجبور کردید که من این کار را کنم. این نقشه شما بود. تو هم مثل لختر گفته ها را اجرا میکردی. وقتی برد میکردیم. خب حاضر چی عوض شد؟ با کمک ما برد میکردی و حق ما را میدادی. حاضر از تو باز یک چیزی دیگر را باید گیرم. کتاب سیاه را ده. دستی من نیست؟ بیا تیجزمی. درا گفتن با تو نمیزیبه. وای سگرته زندگی من است. وای رو به شما داده نمیتونم. نگه راست گفتن رو سر کردی. البته در سیف است. رمزش رو گوی؟ نه. آخران بار میپرسم. نباشد میموری. 28/2997. رمزت بسیار بومانی. این خیلی بودنش رو باید تخمین میکردم. بله سرپرستی عزیزم. تشکر برای خدمت هایت. تشکر.
چی شد؟ خدایا، هر دویشان مردند. جناب شما کیستید؟ کجا می روید؟ یگی چی کار کردی؟ من تنها برای صحبت کردن آمدم سردارم. بله همین حاضر آمدم. برای صحبت کردن همین خیل؟ سردارم. خوب با این گفتهایت که باور میکن؟ سردارم. سرکمیسر یگید گونزال ساعت آمدش. سردارم حقیقت چنین نیست که شما میبینید. انشاءالله گفتگیت بر این است. برید. باز یگون چیزی دیگر میخواهید؟ اگر زید نباشید گلهای کسته را هم میخواهم. زود باش. روزت رو دیدی؟ دیروز با آقای نجیبت زمزم زنگ می رود اپا. با من ده دیروز زودتر. الو لبای خانم نجیب با دکان دوست در اومد. دوست؟ بله در سرش با صندلی زدم با زمین رفت و بیهوش شد. لیکن زود بیا هر لحظه خیزنش ممکن. من شما را فهمیدم. من مشغول می شوم. بچه همین زمان رسیده می آیم. شما خودتان را احتیاط کنید. من بدتر. یعنی تو حاضر نمی آیی؟ تو با فکرم نمی فهمی. با طرفی ما کرد کشید. این که باشد از دکان برآمده و ای را در درون دکان محکم کنید تا آمدن بچه ها انتظار شوید. فهمو؟ من رفتم. من حاضر کار دارم. الو چی شد؟ قد کرد؟ ای کیروز این آدم مرا کی میفهمید؟ گویا با دکان. اکنون چی کار میکنیم؟ پشه در اومده باشد. کلید را گیر با بیرون میبروی. زود سردارم. همین را دیده برو. گروه تکنیکی تجهیزاتی را که صدا را ثبت میکنند یافتند. با سخنرانی مورد شروع میشود. فکر میکنم در وقت ثبت کردن قاتل آمده است. لیکن ثبت دوام دارد. وقتی حادثه و بعدش ثبت کرده شد. نتیجهش؟ اگر به ثبت نگاه کنیم قاتل یگید سرکمیسر نیست. برای چی؟ برای آن که آمدن یگید سرکمیسر هم ثبت شده است. اصل بودن ثبت از کجا معلوم است؟ پس آن مانده نباشم. این فکرتان نادرست است سردار. باز یک دلیل مهم است. دلیل؟ قاتل کسی که نباشد از مرکز کاری جزمی بالکن کسیت ثبت رو گرفته است.
маълум ки номашро пинҳон кардааст. агар қотил йигит саркамисар мебуд ба фикри шумо номашро дар назди котиба ба қайд мегирифт. сардор, ин навор аз камераи банкомати рӯбарӯи корхонаи ҷазмӣ гирифта шудааст. дар вақти ҳодиса нафареро дидаанд. вақти ба бино даромаданаш ва баромаданаш мувофиқ мебошад. ғайр аз ин вақти омаду рафти саркамисар йигит ҳам маълум аст. ҳамаш маълум аст. вақте ки он шахс биноро тарк мекард. бале. сардорам, чӣ фикр карданатонро медонам. ман ҳам аз йигит саркамисар шубҳа мекардам. ҳафтаи гузашта рафторҳои шубҳанок дошт, аммо ин далелҳо нишон медиҳанд ки вай бегуноҳ мебошад. бале. инҳоро даро ба прокурор хабар расонед. прокурор баъд аз ин йигитро озод мекунад. дар сабти будани ин одам маълум шуд? не сардорам, кофтукоб мекунем. рафиқ сардор, шуморо ба шӯъбаи ба тартиб дарорӣ даъват мекунанд. даъво ба мо дахл дорад, барои ҳамин бо мо дар тамос ҳастанд. чӣ гап будааст? як дӯст дастгир шудааст. чӣ ҳодиса? охир он хонае ки дӯстӣ даромадаанд, хонаи асосии ҷазми балкан набуда, хонаи дуюмаш будааст. ҳатто шиносҳояш аз хонаи пинҳонӣ доштанаш хабар надоранд. чӣ? инро ба ман диҳ. алло, лабай. ҳусейн, ту ҳастӣ? бифармо. чӣ мегӯӣ? хуб, дарҳол меоям. наҷиб, чӣ воқеа? хонум, исто як лаҳза. чӣ хабар аст ҳусейн? мошини ду замин аст. дар бағор чизҳоест ки ба шумо даркоранд. янги ҳамин аст, а? бо фармони шумо. ба худо сардор, кори худоро бинед. хонум, ба шумо ҳеҷ чиз ношудааст? мурим ҳам ба шумо фарқи надорад. хонум, чиё мегӯӣ? худоё, худоё. кироз, ҳоли ту чӣ хел аст? шукри худо хубам акай наҷиб, вале тарсидам. саломат бошед апай ҳунер. саломат бошед кироз. саломат бош. ҳалима, йигит чӣ хел аст? ҳозир вақти пурсидани ҳамин аст. чаро? иншоалло ҳамаш хуб мешавад. хайр, худатонро эҳтиёт кунед. ин чӣ? марамад. сардорам, техникҳо як қисми компютерро аз назар гузарониданд. натиҷа? компютери ҷазми балкан будааст. хотираҳояшро навиштааст. онҷо суханҳое ҳастанд ки давлатро меларзонанд. албатта агар рост бошанд. рафиқ сардор, боз нақшаҳои ҳар хелаи ташкилот, рӯйхати амалиётҳо, маблағгузорӣ, муносибатҳо бо ташкилотҳои шаҳрвандӣ ва сохти ташкилот ҳамааш дар ҳамин ҷо аст. дар рӯйхати аъзоён полисҳо ҳам ҳастанд. полис? китоби сиёҳ. лабай, сардорам. китоби сиёҳи гуфтаем дуҳумин будааст, маълум мешавад. гуфтани як чизи бисёр муҳимро фаромӯш кардам. лекин чӣ хел гуфтанамро намедонам. чиро? дар компютер як рӯйхати 62 нафара ёфтем. ин рӯйхати матқулон аст. ба чӣ? дар рӯйхат номи шумоам ҳаст. бале, маълум аст ки ин одамони зиёди корҳои ҳароми худро бо дасти дигарҳо иҷро мекунанд, аммо худ пушти парда ҳастанд. гӯё ман дар рӯйхати сиёҳи йигит бошам. маълум аст ки рӯйхати худашон мебошад. қарори ба озодӣ баромадани йигит баромадааст. тамом, метавонед равед. хайр, рафтем. алло,
حاضر در دستمون؟ نفهمیدم. کدام نقشه؟ این نقشه تو است؟ در ساعت چند؟ فهمیدم. رفیق سرکمیسر، فوتی هم رو آوردی؟ نه، برای شما رو بردن اومدم. پدرش باشد زود خوابش میبرد. در نبودن شما تماما خواب نمیرفت. من شب در همین جا میمانم. چه خیل؟ در همین جا میمانم. نوباداری میکنم. رفیق سرکمیسر، به خانه روید. هیچ چیز نمیشود. اکنون تپانچه‌ام رو در تگ بالی نمونده میخوابم. نه حلیمه، همتون در خطر هستید. تا این حریف سیاه دل را دستگیر نکنم راحت نمیخوابم. خنک است. به خانه درو. خوابی خوش. گوش کن. برای صداقتمندیت رو اثبات کردن باز یک کار دیگر میکنی. هم خدمتت رو میکشی. چشم و گوشم به تو است. جهازی لازری همون میخوابیده باشد. کو بینی؟ جورا جان، سلاحت رو پرتاب. ممدو؟ چیکار میکنی ممدو؟ سلاحت رو پرتاب. سلاحت رو پرتاب گفتم. آهسته. آهسته. سلاحت رو پرتاب. شما دخالت نکنید. این کار شخصی است. پرتاب. پرتاب. برای منصوب بودن در تشکیلات‌های غیر قانونی تروریستی دستگیر شدید. کدام تشکیلات؟ من پلیسم. گپ نزن رزیل. برای خود و نقشه یک از تشکیلات اعضا هستی. برای درو. راه گرد. موافقی تخمینمون ممدو آدمی صادق برآمد. یعنی آدمی خودمون. کمی پیش دستگیر شد. اما یک چیزی دیگر است. معلوم شد که کتاب سیاه در دستی بچه های نجیب بوده است. میفهمم سردار. خیلی خوب میفهمم. اکنون هدفمون از این پس نجیب یلمس می شود. در حال به عمل میگذاریم سردار. حامیان، تو این در مرکز پرودوس
دستگیری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانده شد. کارگردان و محرک غیور اشوری رستگاه، مهندس آواز امیدجان علی، پرودوسر کامیجان سفر، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر. منقشا آواز دادند: فیروز عمر، محمد جان شادی، عاطف قادی، ملاحت عبدالله، ناصر حسن، میسای محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیر مدی موسی، ملاحت، زهرا، احسان و فردوس.